سلام بیننده های عزیز. امشب دیگه خیلی برف زیاد آمده، اولین برف در کشور سوئیس. دیگه خیلی بارندگی زیاده. باش که بریم داخل شهر چه رقم است، اوضاع داخل شهر هم بگیریم، فیلم بگیریم دیگه. باش که این موترها رو بخی بیچرگور در بدر کده. نه موترها رو باش که ما چی رو تاکنم بعدا بخششم. نی موترها سکو بخی برف زیاد هم داریم شد. انشالله که جانشم جور باشه دیگه. یک زمستان خوب خوش پیش روی داشته شد. ما دیگه موتر روشن کنم برم رویا رو بیرم. مکتب امروز منده میرم. دوستان محترم، امروز دیگه خیلی بارندگی خیلی زیاده دیگه. باش که بینگریم چی رخ
فیلم بگره فیلم بگره دوستای عزیز آمدیم سر کوی شاتو دسیون، یعنی دریاچه سیونه. هوا هم که خیلی هوای خوبیه، گرد خوششم ره بیرون شهر سیون ره بسیار یک یعنی دیگه استادیوم و منطقه میتر میره طرف شهر ویسپ دیگه، اینیم دریا اما دریاچه آب که از طرف ویسپ ایتالیا آمایه، یعنی سمت این طرف پشت کوهای هست که کلن انگور دیگه اینجا. چی رنگ انگور چی؟ انگور کاشته و مردم انگور چینی نه. با هزار تا ترس و دلهوره و استرا طرف تا گوشی رو برمی داشت، هزار تا آیت الکرسی میتون شیش طرف هم پول میکرد، خود طرف گوشی رو برمی اون لذت عشق زیر زبونش، تحت عشق زیر زبونش همیشه میمون. میگفت من هر جا میرم فقط چهره معشوقم، من هر بویی که به مشامم میرسه فقط به امروز آمدیم در کدام شهر آقای محمدی؟ جمپال. جمپال، یعنی دیگه جمپاله بگو. گمپل شتیک. این طرف پایین شکستن شتیک هستن، طرف بالای شکستن باز گمپل هستن. یک شهر بسیار سابقه کانتون والی هستن. یا هر خانه که ببینید تقریبا یک 200 تا یک 100 سال یک نیم صد سال عمر داره. بسیار عالی. بریم بالا. شبنم میاره. از این دیگه این در بالا رفته. این از او پایین آمده. خیلی جای دیدنیه. را پله میدی میرم دیگه.